ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سروران گرامی، حضار ارزشمند، این عید را یکایک شما عزیزان و نمازگزارانی که یک ماه تمام به طاعت و بندگی رب العالمین مشغول بودید، خدمت همه شما تبریک عرض می کنم، تهنیت عرض می کنم. الله عزوجل تمامی طاعات و عبادات را، قیام و صیام را و رب سبحانه و تعالی دعاها، تضرعها و نیایش‌هایی که در این ماه مبارک داشتید به بارگاه خودش قبول بفرماید و همه من و شما را استقامت بر طاعت و بندگی، استقامت بر ترک گناه و دوری از معصیت و استقامت بر صراط مستقیم عنایت بفرماید. عزیزان، وقتی که احکام الله عزوجل را بررسی میکنیم، مطالعه میکنیم، احکام مختلفی که در ماهای مختلفی هست، در موقعیت‌های مختلفی هست، موقعیت‌های زمانی و مکانی، بسیاری از موقعیت‌ها زمانی هستند، مثل همین ماه مبارک رمضان که در سال یک بار می آید، مثل روز جمعه که هر هفته یک بار می آید، مثل نیمه شب و عبادت در نیمه شب که هر روز یک بار تکرار میشه، مثل حج که در سال یک بار می آید و هم حج موقعیت زمانی است و هم مکانی، اما در مکان خاصی باید اون مراسم را انجام داد. از مجموعه این احکام به این نتیجه می رسیم، همان گونه که شاعر غالبا مولانا رومی می فرماید: رحمت خدا بها نمی جوید، بهانه می جوید. اینها بهانه هایی هستند، اینها بهانه هایی هستند که الله عزوجل جلوی من و شما گذاشته تا من و شما از این موقعیت ها استفاده بکنیم، به پیش بریم، به قرب خدای عزوجل بیشتر برسیم، به بهشت نزدیکتر بشیم، درجات ما، مراتب ما انشاءالله پیش خدای تعالی بالاتر بره. لذا اینها بهانه ها هستند که الله عزوجل برای اینکه به بندگانش امتیاز بده، او که رحمان و رحیم است،
او که ارحم الراحمین هست، اون که این همه صفات جمال و صفات زیبا در قرآن کریم دارد، به خاطر همین که فرصت ها برای ما ایجاد می فرماید، موقعیت ها را برای ما به وجود می آورد تا اینکه ما قربش برسیم، ما به پیش بریم، ما پیشرفت داشته باشیم از نظر معنوی، از نظر امتیاز، از نظر درجه. لذا اینکه لیلة القدر خیر من 1000 شهر، یک شب شما شب را احیا می کنید به اندازه 1000 ماه، به اندازه 83 سال و اندی به شما اجر میرسه. خب اینا بهانه ها هست. خدا میخواهد که به ما امتیازات عنایت بفرماید. اما عزیزان، من امروز میخوام این نکته را عرض بکنم که این امتیازات منحصر به ماه مبارک رمضان نیست، فقط در ماه مبارک رمضان نیست. اگر ما موقع شناس باشیم، اگر ما فرصت شناس باشیم، اگر ما باهوش باشیم و اگر ما درست استفاده بهینه بکنیم از فرصت ها، این فرصت ها منطور که ابتدا عرض کردم هر شب هست، هر روز هست، هر ساعت هست. خدای عزوجل امتیازات عجیبی گذاشته. مثلا شما هر روز که وضو میگیرید، روزی چند بار وضو میگیرید؟ حداقل 5 بار وضو میگیرید. هر بار که وضو میگیرید، من و شما وضو میگیریم، گناهانی که با این اعضای وضو انجام دادیم، این گناهان خود به خود از بین میره. هر روز که قدم به سوی مسجد برمیدارید، تا قدم بیگذارید روی زمین و به مسجد میرید، هر قدمی سبب بخشش گناهان، سبب از بین رفتن معاصی و کفارات انسان می شود. و انسان هر شبی که بلند میشه، اینکه خدای عزوجل در وقت سحر میفرماید هل من مستغفر اغفر الله، این فقط برای چی؟ برای ماه رمضان نیست. هر شب الله عزوجل و رحمت خدا ندا میدهد، هر شب ما را صدا میکند، هر شب طالب هست الله عزوجل و بنده مطلوب هست. لذا اینها همه فرصت هستند. هر شب شب قدر است اگر ما قدر بدانیم. لذا عزیزان، اینو میخوام عرض کنم که اگر ما از فرصت ها خوب استفاده بکنیم، ما این امتیازات را در طول سال میخواهیم داشته باشیم. گاهی در همین مباحث دنیوی مسابقاتی هستند، برنده اون کسی است که امتیاز بیشتری میبرد. این مسئله شما خوب میدونید. لذا در جهان آخرت برنده اون کسی است که امتیازات بالاتری کسب میکند، بیشتر امتیاز حاصل میکند. لذا بیایم این امتیازات را همواره کسب بکنیم، این امتیازات را داشته باشیم. مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید، من در بعضی از ابعاد خیلی زیاد هستم، بعضی نکات را اشاره میکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید انا و کافل الیتیم کهاتین، 2 تا انگشت خودشون را اشاره فرمودند و فرمودند که من و کسی که یتیمی را تحت تکفل دارد، یتیمی را سرپرستی می کند و هزینه های یتیمی را تقبل می کند، هزینه لباس، هزینه درس، هزینه کیف و کفش ماهانه بر اساس شرایط امروز، هزینه خوراکی ها، این کسی که یتیمی را تحت تکفل می کند، من و او در روز قیامت در کنار هم هستیم. یعنی این جایگاهش به اندازه ای هست که این در کنار رسول الله جای دارد. چه اندازه ما از این امتیازاتی که در حدیث شریف اعلام شده، در آیات الهی بیان شده، چه اندازه ما از این امتیازات استفاده می کنیم. لذا عزیزان، بعد از ماه مبارک رمضان هم حریص باشیم بر خیر، هم حریص باشیم بر
تمامی اعمالی که ما بالاخره می توانیم با اونها قرب خدای عزوجل را حاصل بکنیم. و من یه حدیثی میخوانم، شاید خلاصه صحبت امروز به همین حدیث اکتفا بشه، که در این حدیث به 7 نفر امتیاز داده شده. البته این امتیاز یکی هست اما نفرات زیاد هستند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. 7 نفر هستند، 7 نفر هستند که خدای عزوجل اونها را در زیر سایه رحمت، در زیر سایه لطف خودش و عنایت ویژه خودش الله تعالی جای میده. اون روزی که هیچ سایه‌ای نیست، اون روزی که در روایت های دیگه می آید بندگان غرق هستند، غرق عرق هستند، غرق مصیبت ها هستند، غرق گناهان خودشون هستند. بسیاری هستند که تا شتالنگ پا غرق هستند، بسیاری هستند که تا زانو، بسیاری آن حضرت فرمودند تا کمر، و بسیاری تا گردن، و بسیاری تمام بدنشون و تمام وجودشون غرق هست. لذا چنان روز سختی است که الله بهتر میداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در اون روز سخت 7 نفر هستند که صاحب امتیازند، 7 نفر هستند که اینها ویژه هستند، 7 نفر هستند که اینها میتونن زیر سایه عرش الهی و زیر عنایات خاص و ویژه پروردگار جای داشته باشند. اولین نفر الامام العادل، اون پادشاهی، اون حاکمی، اون کسی، اون راعی که واقعا عدالت را پیش میگیرد، ظلم در مرامش نیست، در برنامهش عدالت هست، انصاف هست، مساوات هست. بالاخره هر پادشاهی که واقعا اون حق ملت را، هم حق خدا را و حق ملت را آنگونه که حقش هست رعایت بکند، این جز اونها هست. و دوم خوب توجه بفرمایید، دوم در رابطه با جوانان هست. اون جوانی که شاب نشأ فی عبادت الله، اون جوانی که جوانی خودش را در راه طاعت و بندگی، در راه عبادت سپری می کند. خوشا به حال اون جوانی که اینقدر بر نفس خودش غلبه دارد و اینقدر واقع قهرمان است. این جوان قهرمان واقعی هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود قهرمان اون نیست که دیگری را در کشتی میخواباند. قهرمان و پهلوان اونی که بر نفسش غالب هست، میتواند نفس را که نفس اماره بار بار امر میکند به گناه، بار بار امر میکند به غفلت، بار بار به معصیت، میتواند این را مهار بکند، میتواند افسار او را به دست داشته باشد، میتواند او را تابع قرار بدهد. لذا دومین فرد اون کسی، اون جوانی هست که نشأ فی عبادت الله، جوانی را در عبادت خدا سپری می کند، در جوانی گناه نمی کند، در جوانی معصیت نمی کند، در جوانی که در عین قوت هست و هر کاری از دستش برمی آید اما از رب می ترسد. سبحان الله، این واقعا خدا ترس هست. انسان که پیر بشه، اگر خدا این فرصت را بده که انسان به اون سن برسه و بعد توبه نصیبش بشه، این هم بالاخره توفیقی از پروردگار هست. اما معلوم نیست که این موقعیت و این فرصت برای هر کسی میسر بشه یا نشه. لذا این جوان، این کسی که 4 روز زندگی را به این صورت سپری می کند، بسیاری از جوانها وقتی که به اونها گفته میشه که
نکنید این همه غفلت و خدا فراموشی. میگه دنیا 2 روزه و به همین خاطر نکنیم که دنیا 2 روزه. اگر دنیا دائمی و ابدی بود خب انسان هر راهی را انتخاب میکرد. چون 2 روزه، چرا برای لذت این 2 روز، برای اینکه 2 روز خوشگذرانی بکنیم اون زندگی ابدی و همیشگی را خراب بکنیم؟ لذا این را رسول الله فرمود این دومین نفری هست. و سومین نفر رجل قلبه معلق فی المساجد، اون انسانی که قلبش آویزان است به مسجد، هی به فکر مسجد که مؤذن اذان میگوید لبیک بگوید به ندای پروردگارش. این انسانی که با مسجد سر و کار دارد، این انسانی که به مسجد رفت و آمد دارد و این انسانی که بیشتر به مسجد می اندیشد، این را می توانیم بر اساس آیه قرآن کریم گواهی بدیم که مؤمن واقعی هست. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. مساجد الهی را آباد می کنند. تعمیر یک معنیش آبادی هست، حضور فیزیکی هست، حضور برای عبادت هست. مساجد الهی را آباد می کنند و حضور فعال دارن مؤمنین، من آمن بالله. لذا عزیزان فقط در ماه رمضان نباشه، همیشه اگر ما مساجد را با حضورمون آباد داشته باشیم، محفل مسجد را و جماعت مسجد را گرم داشته باشیم، همینطور که در رمضان ها گاهی جا نبود در همه ماهات جای نباشد، این دلیل ایمان خواهد بود. خدای عزوجل ما را وابسته مسجد بکند. لذا رسول الله فرمود سومین فردی هست که با مسجد دلش مرتبطه. و چهارمین فرمود رجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه و تفرقا علیه. 2 نفری که محبتشون به خاطر خداست، 2 نفری که با همدیگه ارتباط دارند، انگیزه ارتباطشون الله عزوجل هست. بسیاری با هم ارتباط دارن به خاطر شغل، به خاطر کارشون، به خاطر محلهشون، به خاطر یک سری مشترکات دیگری که دارن، اشتراکات فامیلی، اشتراکات کاری و اشتراکات حزبی. اما این 2 نفر با هم ارتباط دارن به خاطر الله عزوجل. و یک نکته هم خدمت جوانان عرض بکنم که اگر میخواهند بعد از رمضان همون وضعیت قبل از رمضان باقی بماند، اون وضعیت رمضان، ماه رمضان باقی بماند، بعد از رمضان ارتباط با کسانی داشته باشند که اونها با الله ارتباط دارند. درود شریف بخوان. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. فرصت کمه، باید ما هم سخنران دیگه داریم هم حضرت شیخ، لذا اجازه بدیم من
ماشاءالله جزاکم الله. عزیزان تشریف داشته باشند و توجه داشته باشم. من مطالبم را جمع بکنم که حضرت شیخ هم تشریف آوردند. عرض کردم که چهارمین نفر دو تا جوان هستند که رابطهشون، یا دو مسلمان هستند که رابطهشون بر اساس دین هست، به خاطر خدا هست، به خاطر محبتشون به خاطر خدا هست. با هم دیگه اگر ملاقات میکنن هم به خاطر خدا، نه به خاطر مسائل دیگه، نه به خاطر دود، نه به خاطر یه سری وعده هایی که در اونها معصیت هست، نافرمانی خدا است. با هم دیگه اگر محبت میکنن، با هم دیگه قول و قرار دارن، به خاطر خداست. و وقتی که با هم دیگه جدا میشون هم به خاطر خداست. و پنجمین نفر اون انسانی هست و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، یک زنی که زیبایی دارد، زنی که اصالت دارد، اون زنی که جایگاهی دارد، از او دعوت به گناه می کند. منظور اینه که برای اون جوان موقعیت گناه پیش میاد، موقعیت نافرمانی خدا پیش میاد، اما او خودش را نگه می دارد، او دوری می کند از گناه، فاصله می گیرد. به خاطر چی؟ فقال انی اخاف الله، من از الله می ترسم. سبحان الله. این انسان، این جوان، این خدا ترس، این متقی، این در زیر سایه عرش رحمان جای دارد. عزیزان جوانان، بالاخره در طول سال موقعیت های گناه پیش می آید. کاسب ها، تجار، موقعیت گناه. یکی از موقعیت های گناه معاملات ربوی هست، یکی از موقعیت های گناه کلاهبرداری هست، یکی از موقعیت های گناه گرانفروشی هست، احتکار هست. فقط به فکر سود تقوا از روزه حاصل میشه. این خوف، چون که روزه وقتی که شما در ماه رمضان رزق حلال خودتون را مصرف نکردید، چرا؟ چون که خدا من فرموده وقتی که انسان در رمضان این تمرین خدا ترسی را میکنه، تمرین تقوا را میکند، اون انسان نباید بعد از رمضان چشم به مال دیگران داشته باشد از هر طریقی نامشروع و ناجایز، و نباید چشم به ناموس دیگران داشته باشد. لذا پنجمین نفری که زیر سایه عرش رحمان جای دارد اون انسانی هست که موقعیت گناه برش پیش می آید، اما اون صرفاً و صرفاً به خاطر خدا باز می آید. و ششمین نفر و رجل تصدق بصدقه، اون انسانی که صدقه می دهد، اون انسانی که برای الله مالش را مصرف می کند، اما چنان با اخلاص، چنان مخفیانه، فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، حتی دست چپ هم با خبر نمیشه که دست راست بالاخره صدقه داد. منظور اینه که حتی الامکان، حتی المقدور، صدقه خودش را مخفی می کند، فقط بین او و بین خدایش باشه. این انسان که اینقدر خلوص دارد، این فقط خدا را در دل دارد. این انسان در اون روز بسیار بزرگ و روز خطیر که همه انسان ها غرق در گناهانشون هستند، این زیر سایه عرش رحمان، زیر عنایات ویژه پروردگار جای دارد. و آخرین نکته، شاید بعضی ها را برای ما مقدور نباشد، شاید همه بالاخره فرصت های دیگه داشته نباشند. مثلا پادشاه خود در کشور یک نفر است، الامام العادل، یا بالاخره بقیه فرصت ها، بعضی از فرصت ها مثل صدقه و صدقه دادن برای همه فراهم نشود. اما آخرین نکته ای هست که همه ما میتونیم بالاخره داشته باشیم. و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، اون انسانی که الله عزوجل را به تنهایی یاد می کند، در خلوت یاد می کند، در اون خانه‌ای که بین او و بین
بین غیر از او و خدا کسی نیست، در اون اتاق تنهایی که با ربش خلوت کرده الله را یاد میکند، ففاضت عینا، چشمش اشکبار میشه، گریه میکند از ترس خدا، گناهان خودش را یاد میکند، گریه میکند، الطاف الهی را و بعد کوتاهی هایی که در مقابل لطف و احسان پروردگار داشته یاد میکند و اشکبار میشه. الله این انسان را دوست می‌دارد. دو تا چشم هستند که این دو چشم را آتش جهنم نمی‌سوزاند. یکی اون چشمی که از ترس خدای عزوجل، از خوف خدا اشک می‌ریزد و از الله می‌ترسد، و دومی اون چشمی که بیدار هست، بقیه خواب هستند، حراست می‌کند. این را برای این عزیزان و انتظامات عزیزی که شبها بیدار بودن میخوام بگم، بقیه مسلمانان استراحت میکردن، بالخصوص اطراف مسجد و مدرسه، اینها بیدار بودن و شبها تا صبح حراست داشتن. این چشم دوم اون چشمی هست که بیدار هست به خاطر حفاظت از مال مسلمان، از جان مسلمان، از اماکن مقدسه، و این دو چشم را آتش جهنم نمی سوزاند، بل این دو چشم حرام هست. الله عزوجل بعد از ماه مبارک رمضان به ما توفیق بده که همین رابطه را با ربمون داشته باشیم. این امتیازاتی که بنده عرض کردم امتیازات زیادی هستند، اینها را همواره کسب بکنیم و همونطور که عرض کردم اگر هر شب ما با ربمون خلوت داشته باشیم، با پروردگار مناجات داشته باشیم، نیم ساعت 20 دقیقه هر شب ما شب قدر میشه اگر ما قدردان باشیم. رب سبحانه و تعالی همه من و شما را اهل توفیق بگرداند و بر اون چی که در رمضان حاصل کردیم و در رمضان کسب کردیم الله تعالی بر اون استقامت نصیب بفرماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.